بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران عزیز، خواهرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 19 شروع میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. کلید ششم است که ما و شما در 14 کلید که خوانده بودیم. کلید اولش معرفی الله سبحانه و تعالی در 6 چیز بود. کلید دومش کلید دومش حقوق توحید بود و کلید سوم لوازم توحید بود. کلید چهارم که ما شما گفتیم که از کلید چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم 5 کلید درباره چی هستن؟ معرفی اهل توحید بود و بعد از او صفات اهل توحید بود و امروز قصه های اهل توحید است. طبعا وقتی که ما شما در قرآن عظیم الشان مراجعه میکنیم، در قرآن عظیم الشان بسیار قصه های از نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، قصه های بسیار زیادی از اونا هست که قرآن عظیم الشان بیان میکنه که اینا اهل توحید بودن. و قصه های از زمان آدم علیه السلام شروع میشه و تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و حتی عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بالاخره بعد از او از اصحابش هم قصه های از بدر و از احزاب، غزوات و دیگر چیزهای درباره از اینا هست. خب ما نمیتونیم که مثلا تمامی از این قصه ها را چی کنیم، بیان بکنیم، ولی به شکل مثال چند قصه از این را به شکل نمونه میخوانیم تا که برای ما و شما درس بسیار خوب در این راستا شود. اولین قصه که بسیار مهم است که ما و شما او را من حیث مثال بخوانیم، قصه اصحاب کهف که در سوره کهف است. اگر به سوره کهف ما و شما مراجعه میکنیم، در سوره کهف 4 قصه است. قصه اصحاب کهف است و قصه اصحاب 2 باغ هست، 2 شخصی که یکی از اونا 2 باغ بسیار خوب داشت، و قصه سوم قصه موسی علیه السلام به امرای پیغمبر دیگه که بعضی ها میگن که خضر علیه السلام بودن، و چهارمی قصه ذوالقرنین است. اینا در این قصه ها که هست در تمام از اینا دروسی هست برای مسلمان ها. و طبعا اگر ما و شما به این قصه هایی که در سوره کهف است مراجعه بکنیم، میبینیم که در حقیقت این 4 قصه با هم ارتباط بسیار مهم دارند. 4 قصه 4 موضوع بسیار اساسی رو بر ما و شما بیان میکنه. در قصه اول فتنه یا امتحان در دین است. ما و شما میفهمیم که همیشه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین در دینشان اینا چی شدن؟ اینا امتحان شدن. و از این خاطر الله متعال در سوره کهف میگه که نحن نقص علیک نبأهم بالحق. الله متعال میگه ما قصه از اینا را، خبر از اینا را بر شما به حق بیان میکنم. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی. انهم یقینا که امی جوانا که بودن، یعنی کسایی که اصحاب کهف بودن، اینا یک تعداد از جوانا بودن. آمنوا بربهم که بر رب خود اینا ایمان آورده بودن، و الله متعال میگه و زدناهم هدی، و بر از اینا ما هدایت چی کردیم؟ هدایتشان بیشتر کردیم. و ربطنا علی قلوبهم، و الله متعال میگه قلب‌های از اینا را مستحکم ساختیم. اذ قاموا، وقتی که اینا برخاستن، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، گفتن که رب ما رب آسمان ها و زمین است. لن ندعو من دونه، و ما بغیر از او کس دیگه را طلب نمی کنیم که او را الها اله خود بگویم. لقد قلنا اذا شططا، در اون صورت باز ما سخنای بیهوده گفتیم. بنابراین اصحاب کهف موحدین بودن، اهل توحید بودن، چند نفر جوان بودن و اینا در بین قوم خود بودن، و اینا بالاخره به اساس عقیده توحیدی که داشتن، اینا مجبور شدن که از بین قوم خود فرار بکنن و مهاجر شون و هجرت بکنن و بالاخره به یک کوه برن و در یک غار پناه ببرن و
و ایرم الله متعال میگه که اول فتیتو الی الکهف، وقتی که می جوانا رفتن و در امو سوراخ کوه چی کردن، مأوا گرفتن. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه، یا پاک پروردگار بر ما رحمت نصیب بکن و یهیئ لنا من امرنا رشدا، و بر ما راه نجات عنایت بفرما. طبعا در قصه اصحاب کهف درس های بسیار زیاد است برای مسلمان ها. اول درس، یکی از درس هاش رو طبعا ما و شما میفهمیم که این چی است؟ قصه موحدین است و هر انسان موحدی که راه دین و راه حقیقت میگیرن بالاخره سر از امتحانات سخت میگه، سر از اینا هم اما یک امتحان سخت آمد. یکی از درس هایی که از این میگیریم این است که با وجود از این که اصحاب کهف اولیاء الله بودن، دوستای الله بودن و الله درباره ولایت و امو عزت از اونا در قرآن عظیم‌الشان بیان کرده، و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، یعنی اینا وقتی که الله متعال 309 سال اینا را چی کرد؟ اینا را در اینمی غار چی کرد؟ مثل که روح از اینا را قبض کرده باشه یا اینا را خوابانده باشه. تقریبا 309 سال اینا اینمیجه در بین عظمی غار بودن، ولی وقتی که یک کس میره در داخل غار سهل میکرد، فکر میکرد که اینا بیدار هستن. متوجه هستید؟ و اینا را فکر میکردن که چی هستن؟ بیدار هستن، در حالی که اونا در خواب بودن. خب و الله متعال میگه و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، و الله متعال میگه ما اینا را به طرف راست و چپ برمیگردیم، چرا که اگه انسان اگر در یک جای دوامدار میمونه، این خاک و اعضای وجود از این میخوره و خراب و فرسوده میکنه. الله متعال که اینا را به یک پهلو و به پهلوی دیگه. اینا از این معلوم میشه که با وجود از که مردم اولیاء الله بودن، لکن اینا در وجود خود تصرف کردن نمیتونستن. یعنی از یک درس اعتقادی میگیریم که انسان مسلمان باید بفهمه که اگر یک شخص ولو به مقام ولایت و نبوت هم میرسه، اینا میتونه که مثلا بعد از اینکه وفات میکنن برای کس مثلا نفع و یا ضرری برسانه، به جز این که نفع و ضررش از امو گفته ها و مثلا پیغمبرها هستن که قرآن هم میمانن، سنت هم ماندن، کتابایشان مانده، قصه هایشان مانده، از این مردم استفاده بکنن. اما خود از اونا مالک متصرف حتی در وجود خود نبودن، یعنی یا حتی نمیتونستن در وجود خود تصرف بکنن. دیگه درس دوم که میگیریم این است که اینا در مدتی که اینجا بودن یا علم غیب نداشتن، یعنی نمیفهمیدن که ما چقدر وقت اینجا ماندیم. این هم الله متعال در قرآن عظیم‌الشان در آیت 19 سوره کهف میگه و کذالک بعثناهم، الله متعال میگه یا دوباره ما زنده کردیم، بیدارشان کردیم، لیتساءلوا بینهم، تا در بین خود سوال بکنن. قال قائل منهم کم لبثتم، یکی از اینا پرسان کرد که چقدر وقت شما در اینجا بودین؟ چقدر وقت شما اینجا بودین؟ دیگه قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، 309 سال بودن یا چی میگن؟ والا یک روز بودیم یا شاید نیم روز اینجا بوده باشیم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، الله میفهمه که شما چقدر وقت بودین. فبعثوا احدكم بورقكم هذه، گفت شما همین پیسه که دارین ایره روان بکنید در شهر الى المدینه بشار فلینظر ایها اسکا طعاما، ببینه که کدام جای اگر طعام خوب باشه فلیأتی برزق منه، از اونجا برای ما غذا بیاره. یعنی یا نمیفهمیدن که حتی پیسی از اینا کس آل پیسی در شهر تغییر کرده، پیسی از یا مثلا چی شده تغییر کرده و زمانش رفته و مردمش هم رفته، چیزای تغییرات که اونجا آمده، اینا از کل از یا بیخبر بودن. این درس دیگه هست. درس سومی که از قصه اصحاب کهف ما شما میگیریم که اینا بعد از این که 309 سال در غار ماندن چی هست؟ دوباره زنده شدن، مثل مرده ها وارد اینجا بودن. و این درس بود برای کسایی که انکار بحث میکردن، زنده شدن بعد از مرگ انکار میکردن. بالاخره وقتی که اینا دوباره بیدار شدن و الله متعال دوباره اینا را بحث کرد یا دوباره زنده کرد، مرگ مثل خواب مثل مرگ است، مرگ مثل خواب است. خب به هر صورت وقتی که اینا دوباره زنده شدن و بیدار شدن، این برای بسیاری کسایی که انکار از زنده شدن بعد از مرگ میکردن، این یک درس بسیار خوبه. چی شد؟ درس خوبی برای همین مردم برای ایمان داشتن و زنده شدن و بعد از مرگ شد.
دومی قصه که در سوره کهف است امتحان در مال است، یعنی اونجا امتحان در دین بود، بعضی اوقات انسان فتنه یا امتحان در دینش میشه و بعضی اوقات در مالش میشه. اینجا در قرآن از نشان میده که دو شخص بودن که این دو شخص چی هستن؟ دو شخص بودن و یکی از این تا باغ داشت و باغ از بسیار ثمرات و میوه ها و گپا داشت. بالاخره این نفر بسیار مغرور شد و آمد و برای او رفیق خود گفت که من کلام مال زیاد دارم، من کلام باغای خوب دارم، نفر زیاد دارم و من فکر نمیکنم که باغ من از بین بره و حتی بالاخره به سرحد رسید گفت من باور نمیکنم که قیامت هم باشه و اگر قیامت هم باشه بعد از اینکه خوبتر نصیب من میشه. این شخص در این مال خود چیز شد، امتحان شد و بالاخره وقت میخیزه که مال از تمام از این باغ‌های از الله متعال زیر و زبر کردن. و وقتی که ما در سوره کهف آیه 42 میخوانیم و احیط بثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق. این دیگه وقتی که چیز میکنه، میگه وقتی که میبینه که تمام اون ثمرات میوه‌های از کلش چی شده، نابود شده، فاصبح یقلب کفیه، دستای خودم میگم چی کردم، واه چقدر من یا مصرف کردم، پول ما و زندگی ما و مال ما کلش کردم و هی خاویتون علی عروشها، تمام از این درخت‌ها و چیزا دیدم سرچپه افتاده بودن و یقول و میگفت یا لیتنی لم اشرک بربی احد، یا پروردگارم کاش که به پروردگار خود چی نمیکردم، شرک نمیکردم، این شرکی که نکردم نتیجهش میشد که باید یک بدبختی من مبتلا شدم. سومین فتنه یا امتحان در مورد علم است که بعضی اوقات انسان در علم امتحان میشه و این است که امام طبری رحمت الله علیه میگه که ابی بن کعب رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میگه ان موسی قام فی بنی اسرائیل خطیبا، موسی علیه السلام در بین بنی اسرائیل من حیث یک خطیب برخاست و خطبه بیان میکرد. فقیل ای الناس اعلم، کس از پیش از پرسان کرد که عالم ترین انسان ها کی است؟ موسی علیه السلام فقال، گفت موسی علیه السلام گفت که انا ما هستم. فعتب الله علیه حین لم یرد العلم الیه، میگه الله متعال سرزی عتاب کرد، پیغمبر است دیگه سرزی الله عتاب کرد و بالاخره که تو چرا این علم تا نگفتی که الله بسیار عالم است و علم باید به الله نسبت میدادی. در اینجا میگن که بالاخره الله متعال بر موسی علیه السلام میگه که تو برو و یک شخص دیگه هست که او از تو کده بسیار عالم تر است و بالاخره امو قصه از این میاد اینجا که بازی میره و امو شخصی که برش معرفی میشه به امرای از او چی میکنه، او شخص امرایش که معرفی میشه برای شخص میگه که شما چی کنید، ما میخوایم که شاگردی شما را بکنم و ما میخوایم که به شما درس بخوانم، از طرف الله بر ما امر شده و بالاخره وقتی که اونجا میره او برش میگه که تو امرای ما صبر کردن نمیتونی، به خاطر از اینکه الله متعال بر از او چیزهایی را وحی کرده بود که برای موسی علیه السلام نکرده بود. در قرآن از نشان میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این پیغمبرها که اصلا هر کدامشون یک فضیلت خاص خود داره، منهم من کلم الله، مثلا موسی علیه السلام به امرای الله متعال چی کرد؟ سخن گفته بود. اینان یکی از فضیلت هایی که این پیغمبر دیگه داشت این بود که بر از او الله متعال از بسیاری مسائل خبر داده بود که موسی علیه السلام خبر نداشت. بالاخره موسی علیه السلام وقتی پیش از این شخصیت میره و میخواد پیش از او شاگردی بکنه و درس بخونه و چیزهایی را که موسی علیه السلام یاد نداشت او را بر از این چی کنه؟ بر از این یاد بده. خب موسی علیه السلام وقتی پیش از این میره او سه کار بسیار عجیب و غریب میکنه. یک کار از او عجیب و غریب از او چی است که اونا وقتی میرن در کشتی سوار میشن و در کشتی و مردم امرای از اینا همکاری میکنن و اینا در کشتی خود بالا میکنن، ولی همین شخص چی میکنه؟ در جریان راه تبر میگیره و کشتی رو خراب میکنه. موسی علیه السلام صبر کردن نمیتونه و میبینه که چی حالت است. یک کار دیگه که میکنه، در یک جای میره که یک طفلک است، امرای دیگه طفلا بازی میکنه، این امی طفل میگیره و میکشه. در جای دیگه که میره از مردم تقاضا میکنه که ما مسافر هستیم، یک ذره غذا برام بیارین، و میگه غذا و گپامو براتون نمیتیم. اون طرف که میره که یک دیوار چپه میشه،
این شخص یعنی دیوال چی میکنه؟ دیوال جور میکنه. در تمام از این حالات موسی علیه السلام بسیار غضبناک میشه و سر استاد خود چی میکنه؟ انتقاد میکنه. ولی بالاخره بازون برازی چی میکنه؟ برای میفهمونه که هر کدام از یک حکمت خاصی داشت و الله متعال برای من هر کدام از را وحی کرده بود. چرا وقتی که من او کشتی را وقتی خراب کردم برای من همین قسم وحی شده بود که او کشتی ما باید خراب بکنم، چون پیشتر وقتی که میرفت اونجا پادشاه ظالمی بود که کشتی های سلامت غصب میکرد و ما ایده کمک خراب کردم. وقتی که آمدن ناس کردن که کشتی کمک خراب است ایلا کردن و او تفلک که بود برای ما وحی شده بود که ای اگر کلاشه ها برای مادر پدر خود بسیار مزیریت میکنه و الله متعال به عوض از او فرزند دیگی برای از ما میتن و ما باید رو به قتل برسونیم. و در قسمت دیوار که او هم از یک طفل یتیم بود، از طفلای یتیم بود که در زیر از او خزانه بود. اگر دیوار چپه میشد رو مردم میگرفتن، پس من رو آباد کردن تا که دیوار باشه و در وقتی که جوان میشن و این دیوار باز چپه میکنن از زیر از او خزانه رو میکشن استفاده میکنن. خدا خلاصه ای که اونها چیزهایی که ای پیغمبر میفهمید موسی علیه السلام اینه نمیفهمید. اینال همین حالات را که موسی علیه السلام چی میکنه از این میگیره، این در حقیقتی است که ما از این درس میگیریم. چی درس میگیریم؟ درس اولی است که انسان هر قدر عالم باشه ولو که مثلا موسی علیه السلام هم هست، انسان باید بفهمه که از او قدر عالمتر هم هست. بعضی اوقات ما مثلا ظاهر یک چیز رو میفهمیم اما از باطنش خبر نیستیم. اما الله متعال مثلا به اون پیغمبر دیگه حتی باطن از او خبر داده، یعنی حکمت بسیاری چیزا رو ما شما نمیفهمیم، الله متعال میفهمه. از این خاطر وقتی که بسیاری مسائل نمیفهمیم والله اعلم، الله بهتر میفهمه و ما نمیفهمیم. درس دیگه که از این قصه ما شما میگیریم تواضع موسی علیه السلام است که موسی علیه السلام بسیار متواضعانه میگه و برای شخص میگه که هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، من میخوام پیش تو درس بخونم میشه برای من اما چیزایی که الله بر تو تعلیم داده برای من یاد بدی. و او برش میگه که انک لن تستطیع معی صبر، تو امرای ما صبر کردن نمیتونی و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبران، تو چه قسم میتونی صبر بکنی از چیزایی که بر تو خبر داده نشده. دیگه موسی علیه السلام با بسیار تواضع میگه که ستجدونی ان شاء الله صابرا، ان شاء الله تو مرا صبر کننده میافی ولا اعصی لك امرا، تو استاد من هستی و ما مخالفت یا نافرمانی تو را نمیکنم. این که هست که ادبی که مثلا یک شاگرد در مقابل استاد داشته باشه. درس دیگه که ما شما میگیریم این است که انسان مسلمان همیشه باید در علم خود مغرور نباشه. بسیاری وقتا مثلا بعضی کسا هست یک کمی که علم پیدا کرد این علمش مغرور میسازه که فکر میکنه این من در حق هستم و هر چیزی که من میگم راست است و دیگرها که هستن در غلط هستن. نه، انسان مسلمان و مؤمن و مخلص همیشه کوشش میکنه که دلایلی که خودش یاد گرفته سر از این هم ترکیز میکنه و میبینه که جانب مقابل هم دلایل خود داره، دلایل از او هم میشنوه و مخلصانه برخورد میکنه. میشه بسیاری وقتا یک انسان یک چیزی را فکر میکنه که به حق است اما برعکس از اون جانب مقابلش به حق میباشه و از این خاطر نباید عاجل تصمیم بگیره و عاجل اعصابش خراب شه و عاجل بخیزه مثلا دیگران رو متهم بکنه و خود بگه که یگانه عالم و فهمیده من هستم. مثلا در مسئله موسی علیه السلام، موسی علیه السلام ظاهر مسائل میدید و میفهمید. در ظاهر آدم میبینه که مثلا ببینید که یک نفر برای تو نیکی کرده، تو میری کشتی از رو خراب میکنی، طبعا از نگاه عقل این قبول نمیکنه. اما وقتی که بر از او وحی میشه و او حکمت از رو میفهمه باز میفهمه که والا این کار خوب کرد. از این خاطر انسان مسلمان همیشه باید متوجه از این باشه که تو سر خود و سر علم خود زیاد از خود راضی نباشه. بسیاری کسا هستن که متاسفانه شیطان در وجود از اینا تسخیر میکنن و این انسان چی میشه؟ بالاخره این انسان از خود بسیار متعجب میگه. این بسیار خطرناک است که اعجاب پیدا میکنه که یعنی من هستم اما گپ ما و نظر ما و فهم ما از کلی که خوبتر است، در حالی که وقتی باز کت دیگه علما بشینی و امر از اونا بحث بکنی و دلایل از اونا رو ببینی میفهمی که این نفر در غلط است
و نمیفهمند. این خاطر انسان همیشه متواضع باشه و مخلصانه به قرآن و سنت همیشه رجوع بکنه و همیشه خود یگانه کسی که به حق روان است ندانه، بلکه ببینه که یعنی دلایلی که من دارم چقدر به قرآن و سنت برابر است و جانب مقابل که سر من انتقاد میکنن چقدر انتقاد از او دقیق است. میشه انسان اشتباه کرده باشه، غلطی کرده باشه و خود اصلاح بکنه. درس چهارمی که ما شما از این میگیریم این هست که امیر شخصی که به موسی علیه السلام میگه ایچی از می و ما فعلته عن امری، این من از دل خود نکردم، یعنی بالا از این وحی شده بود. اینا وقتی که این پیغمبر هست و برش وحی میشه، بناهن یک پیغمبر برای پیغمبر دیگه وقتی که تعلیم میده هیچ مشکلی نداره. از این خاطر اون شخص از دل خود نکرده این کارا که از دل خود کرده باشه. اینا نمیشه این مثلا بعضی کسا دلیل بگیره که والا بعضی انسان عادی هم میتونه که مثلا از پیغمبر کرده و بیش بلند باشه. حاشا و کلا، موسی علیه السلام پیغمبر است و پیغمبر اولوالعزم است و مقام بسیار عالی داره و این پیغمبر دیگه هست که بر از او هم از جانب الله وحی شده. بنابراین وقتی که بر یک پیغمبر وحی میشه اون پیغمبر دیگه از وحی از او استفاده میکنه، در این هیچ مشکلی نیست. اما هر کس نمیتونه که حقیقت بسیاری چیزها را درک بکنه. از خاطر ما همیشه مکلفیت داریم که با قرآن مراجعه بکنیم و به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم و فقه همین میگه که انسان عقل خدا و هوش خدا و فکر خدا در فهم قرآن و سنت چی کنه؟ در فهم قرآن و سنت عقل خدا و فکر خدا و حواس خدا در او در کار پرده. امیر فقه میگه بنابراین انسان فقیه من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین که با بسیار مخلصانه در مسائل دینی کوشش میکنه که قرآن و سنت دقیق بفهمه. چهارمی فتنه که بود یا امتحانی که بود در قدرت و سلطه هست. بسیاری وقتا مردم فکر میکنه که اگر یک نفر قدرت داشت و مثلا حکومت گرفت و مثلا حکومت داری کرد این اشتباه میکنه. نه، بلکه در این قصه بعد ما شما بیان میکنه قصه ذوالقرنین که او یک شخصیت موحد بود که با وجود از که قدرت بسیار زیاد داشت در بسیار مناطق جهان قدرت عظیم بود، لکن با وجود از علم خود و از قدرت خود و از تکنولوژی به خدمت دین استفاده کرد. اینی 4 مسئله هست که در سوره کهف برای ما شما بیان شده. فتنه در چی بود؟ اولش فتنه در دین است که انسان در دین خود امتحان میشه، دوم در مال امتحان میشه، سوم در علم امتحان میشه و چهارم در قدرت و سلطه خود امتحان میشه که انسان کامیابی است که در همین امتحانات کامیاب میشن و مطابق حکم الله عمل میکنه. و قصه دیگه که مثلا میشه در این درس ما شما سرش بحث بکنیم قصه یوسف علیه السلام است. در قرآن عظیم شان اما قصه های پیغمبر در هر جای به خاطر یک پند مثلا در جای مختلف گفته شده است. یگانه قصه ای که مکمل از اول تا با آخر در یک سوره گفته شده است قصه یوسف علیه السلام است. الله متعال میگه که الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربی لعلكم تعقلون. این قرآن الله متعال میگه ما نازل کردیم عربی شاید شما از عقلتان کار بگیرید. خب در قصه یوسف علیه السلام قصه یوسف علیه السلام جالبی است که قصه یوسف علیه السلام با قصه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار مشابهت داره. مثلا یکی از وجه مشابهتی است که برای هر دویشان همین قسم که یوسف علیه السلام و برادرهایش خواستن که در چاه پرتن و بالاخره خواستن را قتل بکنن و این نابود بکنن و از منطقه را بکشن، این کار قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن و حتی شب به خانهش حمله کردن و میخواستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا نابود بکنن. دومی است که امی برنامه‌ریزی که شده بود سر اردوی از اینا از طرف اقاربشان از طرف نزدیکانشان شده بود. و جالب دیگری است که در بین اردو قصه‌ای است که در زمین یک فیصله میشه. در زمین فیصله میشه که باید برای یوسف علیه السلام هم همین قسم فیصله میکنه اهل زمین، اما کسایی که اقاربش هستن برادرش هستن و از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اقاربش فیصله میکنن که باید از بین بره. لکن فیصله که در آسمان میشه بر ضد از اونها هست. یعنی بسیاری وقتا مخلوق میخواد یک کسی را هلاک بکنه، لکن الله متعال وقتی که خواسته باشه او را به بسیار مقام بلند میرسونه. اینا برادران یوسف نمیخواستن که در اینجا باشن.
حتی در پیش پدر خود باشه، لکن خبر نداشتن که الله متعال بر از او در قصر جای پیدا میکنن و اونجا زندگی بسیار خوب و عالی پیدا میکنن و در قصر زندگی میکنه که زندگی شاهزاده ها و زندگی اولادهای پادشاست، در حالی که در قریه از اینا چند تا گوسفند و مالی گپا بودن، مردم بسیار بدوی و ابتدایی بودن. الله متعال برش اینو میکنه. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم این گپا میخوان که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه بکشن و یا قتلش بکنن و او را از بین ببرن، لکن الله متعال برش زندگی بسیار خوب، دوستای بسیار خوب در مدینه منوره پیدا میکنه و بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره بسیار زندگی خوب می داشته باشه و دوستای بسیار خوب می داشته باشه و چی میشه و اونجا مثلا به هزار نفر به دین اسلام مشرف میشه. هر دوی از اینا در هجرت به کامیابی میرسن. وقتی که یوسف علیه السلام مهاجر میشه و سختی ها و مشکلات و دردها رو میبینه، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وقتی مهاجر میشن سختی ها و مشکلات و دردها رو میبینه و حتی در احد دندانش مشکنانن و حتی مثلا متهم میشه، سرخانه مزید تهمت میشه و تهمت ها هست و مشکلات هست و جنجال ها هست، ولی بالاخره کامیاب میشن. یوسف علیه السلام عین گپ است، مو هم وقت اونجا میره سر از اون تهمت ها میشه و مشکلات هست و در زندان میره و سختی ها رو میبینه، ولی بالاخره کامیاب میشه. و هر دویشون الله متعال والله غالب علی امره، الله متعال در کارهای خود غالب هست و به می هست که یوسف علیه السلام هم به اساس حکم الله غالب میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم غالب میشن. و دیگه است که دشمنای یوسف علیه السلام هم خوار و ذلیل میشن، به اندازه برادرای یوسف علیه السلام خوار و ذلیل میشن که بالاخره پیسر میسر میگه پایشون خلاص میشن، پیش یوسف علیه السلام میان و برشان میگه که ما بسیار وضعیت ما خراب است، حتی برکت ما خیر، تصدق علینا، برای ما صدقه بده یک مقداری گپا، یعنی بسیار به ذلت واقع میشن. به این شکل قریشی ها بسیار ذلیل میشه، بعضی از اینا کشته میشن مثل خطرناک ابو جهل و ابو لهب و یا از بین میرن و یک تعداد دیگه از اینا باز میاین و بالاخره وقتی مکه مکرمه فتح میشه کلشان پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم سرخم استفاده میشن. همین قسم باز که یوسف علیه السلام میگه لا تثریب علیکم اليوم به خیر، هر چیزی که کردین پروا ندارم، از شما انتقام نمیگیرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان بر قریشی ها میگه که اذهبوا فانتم الطلقاء، شما آزاد هستین و کدام مشکلی نیست. و بالاخره یوسف علیه السلام هم به رهبریت سیاسی مملکت میرسه و میقسم رسول الله صلی الله علیه و سلم موفق میشه که رهبر سیاسی از اینا میشه و بالاخره حکومت اسلامی را تأسیس میکنن. اینی قصه های قرآن است که هر قصه از اینا که ما شما بخوانیم بعضی قصه های مثلا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میشه و چیزهایی که برای از اینا کمک های از طرف الله شده برای مهاجرین، برای انصار، بالاخره صفات های از اینا میشه، قصه های از اینا میشه و هر کدام از اینا قصه لقمان حکیم است که وقتی ما شما بخوانیم که حکمت برای از اینا داده شده. یعنی تمامی قصه های قرآن از مشان وقتی که ما شما بخوانیم در هر قصه ازی به صدها درس و تعلیم و پند است برای ما شما که میبینیم که سر پیغمبرها سختی ها آمد، مشکلات آمد، اونا صبر کردن در مقابل سختی ها و اونا صبر کردن و بالاخره الله متعال بر از اینا کامیابی و پیروزی نصیب کرد. و این قصه های قرآنی همش برای نمی هست که انسان مسلمان وقتی که یا رو میخوانه میبینه که اتو شخصیت های بزرگ و اتو سختی ها مبتلا شدن، لکن الله بالاخره اونا رو نجات داد و دشمنایشان هلاک کرد و اینا رو کامیاب ساخت. مثلا ابراهیم علیه السلام در آتش نجات داد، موسی علیه السلام در بین آب نجات داد و بالاخره دشمنایشان از بین برد و اینا کامیاب شدن. بالاخره والعاقبة للمتقین. از این قصه ها درس های بسیار زیاد میگیره که در هر قصه قرآنی درس های بسیار زیاد اعتقادی، فکری، ایمانی، اخلاقی، صبر، نظام سازی، حکومت سازی، کل از این اقتصاد، این کل از اینا در بین قصه های از اینا هست که انشاءالله هر قصه که انسان میخوانه از او باید درس های بسیار زیاد بگیره. این بود درس امروزی ما شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.